بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، الله در سوره حشر در آیت دوم وقتی درباره سرنگون گشتن بنی نظیر صحبت میکند و وقتی الله درباره چگونه و قذف فی قلوبهم الرعب در دل این دشمنان الله، دشمنان پیامبر الله، ترس را جای کرد صحبت میکند و چگونه گریخته رفتن آنها صحبت میکند. در آخر آیت میگوید فاعتبروا یا اولی الابصار، شمایان از این پند بگیرید، عبرت بگیرید ای آنهایی که بصیرت دارید، عقل دارید. در سرنگون گشتن یک ظالم، در نابود شدن دشمنان الله برای شما باید پند باشد، درس های در زندگیتان باشد که دنیا همان گونه‌ای که هست همیشه دوام نمی کند. قدرت الله هر لحظه می آید و مسیر دنیا را تغییر می دهد و این گونه تغییرات را امروز من و شما هم شاهد شده ایستاده. چگونه سرنگون گشت همان اسد، همان پرزیدنت یا رئیس سوریه که مدت 14 سال دولت خود را غرق خون کرد، آنه که هزارها صد هزار نفرها را فقط به خاطر کرسیش کشت و چندین نفر دیگر، شاید زیاده از 500,000 نفر دیگر را زندانی کرد و تا 10 میلیون شاید از وطن خود برای نجات جان خود، جان فرزندان خود گریخته رفتند. و انا امروزها که دقیقاً روز 8 همین ماه دکبر 2024 دیگه همه شاهد گشتیم که پروردگار در یک لحظه این ظالم بدبخت را چگونه با ترس و هراس از کرسیش گریزانید که گریخته و پناهنده شده و ترسیده تخت خود را ترک کرد. ولی پس از آن همه بدبختی، پس از آن همه نابودی، پس از آن همه ظلم و ستم که حتی گیتلر هم نکرده بود، یعنی اگر گیتلر رو تاریخ همچون یک آدم فاشیستی تندرو و بیرحم شناسد، بشار کاری که کرد حتی گیتلر هم به خلق خود نکرده بود. ولی چون این روزها روزهای تاریخی هست، من و شما باید از این عبرت بگیریم و پروردگار هر باره که در قرآن از نابود شدن فرعون، از نابود شدن قوم عاد و قوم ثمود و این چنین درباره نابودی مشرکان در جنگ بدر صحبت میکند، همیشه برای ما از آن درس ها و از آن عبرت هایی که باید بگیریم یادآور می شود. و الله در قرآن در آیت میگوید ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ما در کتاب هایی که به پیامبرانمان فرستادیم و این چنین در کتاب ذکر که در نزد پروردگار است و اصلا تغییر نمی‌یابد نوشته شده است که زمین را بنده های صالح میراث میگیرند. یعنی زمین از آن بنده های صالح است. اگرچه فرعون و امثال فرعون، بشار و امثال بشر سالها حکم کنند، هم با زمین صاحب خودش را می‌یابد و صاحب زمین بنده های صالح الله هستند. بنده های صالح الله هستند که زمین به دست آنها می آید و آنها حکم میکنند. ولی عزیزان، باید اینجا از اینکه بشار رفت و در حقیقت روزهای خیلی خرسنده هست و بنده به هر چیزی که می شود و در آن یعنی اشتراک نمی کنم یا نیستم هیچ اصلا یعنی حسرت نمی خورم. ولی شاید در حیاتم یکمین بار بود که اینقدر حسرت خوردم که کاش در آن روزهای شادی همراه مردم سوریه باشم، وقتی که فرزند مادرش را پس از 14 سال و پس از 12 سال به آغوش می گیرد، وقتی مجاهدین با صدای الله اکبر و الله اکبر داخل شهرها می شوند، داخل مسجدها می شوند، وقتی مردم سوریه دیگر با صدای بلند صدا می زند که پروردگار آیا این خواب است یا بیداری هست، آیا در حقیقت ما از دست این فرعون عصر خلاص شدیم یا نه. خیلی میخواستم این روزهای تاریخی همراهشان باشم که بگذار پروردگار این نعمتش را برایشان اتمام کند، پره کند و خرسندی مردم سوریه که هر روز دارد زیاد و بر زیاد به وطن خود با سر بلند برمیگردن اصلا کم نشود. ولی چیزی که در همین فتح امروز سوریه هست عزیزان، علل خصوص فرزندان، جوانان
باید بدانیم که این خود به خود به دست نآمد. برای این مجاهدین عمر خود را دادند، جان خود را دادند، روح خود را فدا کردند. و از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ذروت سنام اسلام جهاد، قله بلندترین اسلام جهاد است، برای اون که این مجاهدین هستند که ظالمان از آنها میترسند. این مجاهدین هستند که با جهاد آنهایی که به مردم ظلم میکنند میهراسند. این مجاهدین هستند که با جهاد آنها در روی زمین عدل پیروز می شود. ولی کاری که دشمنان اسلام کردن، تروریستان حقیقی را، آنها را که با شم و کستوم و گلستوک در کرسی می نشینند و مانندی بشار و امثال بشار اسد و پول مردم را می دزدند، ناموس مردم را می دزدند، فرزندان مردم را زندان می کنند و شهرها را به زندان خانه تبدیل می دهند. اینها دیگر آدم ها یا گفته مردمی عادی اصلاح طلب هستند و برادران ریشداری که شبها خواب خود را با گرسنگی و با تشنگی همه روز شب خود را میگذرانند، یا گفتیم حیات خود را نه خانه دارند نه در دارند، خاک و غشت بالشت آنها هست و بالین اینها هست، اما می جنگند تا که ظالمی را سرنگون کنند. میگویند اینها تروریست هستند، اینها تندگر هستند. باید مسلمان بداند که تروریست کیست. باید مسلمان بداند که آنی که خون مردم را میخورد، پول مردم را میدزدد، آنی که ظالم است، خائن اصلی کیست، تروریست اصلی کیست، و بداند که آنی که جانش را برای مردمش فدا میکند، جانش را برای الله که عدل در زمین پایدار باشد فدا میکند، او کیست. یعنی خیلی یک زمان پر از فتنه هست عزیزان. آنهایی که در حقیقت تروریستان اصلی هستند، آنها نشستند و آنها گویا که هیچ گناه ندارند، در حالی که وقتی درباره‌شون گفتگو میکنید دنیا مال از آن آنهاست، دنیا خون مردم، جان مردم و دستان آنها آلوده است. چقدر را از حیات محروم کردن، اما چند نفری که خواب نمی کند، حیات شخصی ندارد، عموما از همه چیز و از همه نعمتهای دنیا دور است که تا عدل در روی زمین پایدار شود. میگن اینها تندگر هستند، اینها تروریست هستند، اینها رادیکال هستند. ولی مؤمن باید فاعتبروا یا اولی الابصار، باید از این روزها عبرت بگیرد. باید من و شما بشناسیم کیست خائن حقیقی، کیست تروریست حقیقی، کیست ظالم حقیقی، کیست که مردم را از امن و از زندگی و از شرف و از عزت محروم می سازد. کیست آن؟ آیا آن همان 2 برادر مجاهد است؟ آیا همان 2 نفری حق طلب است؟ یا اینکه آنهایی که چه خیلی گفتم با شمی کستوم این طرف و اون طرف میگردن که گویا که با یک تبسم با 2 بیت خونی که گویا هیچ گناه ندارن، اما وقتی کفتکو میکند انسانی با عقلی که پروردگار برایش بصیرت داده است اینها را میشناسد. پس این روزهای تاریخی که امروز هست باید بدانیم که چگونه به دست اهل سوریه آمد. باز هم چه خیلی گفتم درس عبرت باشد برای هر یک ظالم و آنهایی که طرفدار ظالم هستند. امروز طرفداران بشار اسد ما نفهمیدیم، ما عذر داشتیم، ما ترس داشتیم. گویان چند نفرشون در تلویزیون ها حتی در جزیره صحبت دارند، چند نفر دیگر خانه و جای خود را ترک کرده از ترس میروند نمیدونم به لبنان و به طرف های دیگر. این را باید بدانیم که ظالم همیشه پایدار نمیماند. زمین از آن الله هست، یؤتی ملکه من یشاء، ملکش را بکی خواهد میدهد. اما وعده الله هست که الله میگوید ان الارض یرثها عبادی الصالحین، زمین را به دست میگیرند، صاحب زمین میگردند بنده های صالح من. و این مژده باشد برای من و شما مؤمنان که پروردگار اصلا همیشه حکم ظالم را در روی زمین باقی و پایدار نمی سازد. روزی میرسد که فقط به شرط آن که با نیت های خالص به خاطر الله هر کسی که قدم نهاد، پروردگار برایش آن چیزی که از الله طلب کرد نصیبش میکند. بگذار در روی زمین عدل همیشه پایدار باشد. قدم های مجاهدین
اصلا به سنگ به خار بر نخورد و اله و پروردگار به من و شما بصیرت بدهد، عقل بدهد تا بشناسیم تروریستان حقیقی کیها هستند و عدل خواهان و امن و امان را در روی زمین پهن کنندگان کیها هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.